24 یک حرکت اپوزیسیونی فعلا در تاجیکستان ممنوع اعلان کرد که روز 3 اکتبر اکمل استانایف یکی از وترانهای این حرکت با خواهش خود از عضویت در این سازمان سیاسی خارج شد. گروه 24 بدون آوردن سببهای مشخص خروج استانایف یادآور شده است که بر اساس آیین‌نامه گروه پیوستن و خروج هر نفر به یا از این سازمان اختیاری است و استانایف نیز از همین حقوق خود استفاده برده است. گروه 24 با تفسیر و اظهار سپاس از سابقه فعالیت اکمل استانایف در صف این حرکت اپوزیسیونی و آرزوی موفقیت در زندگی و کارهای من بعدش در بیانیه خود تاکید کرده است که او در دوام فعالیتش با ریاست و اعضای دیگر سازمان مناسبت خوبی کاری داشت و از عهده وظیفه‌های گذاشته شده به خوبی می‌برآمد. اکمل استانایف 6 اپریل سال 1984 در دهه زرکمر کلخوز به نام میرعلی محمدعلی فنویه واسع به دنیا آمده است. او یکی از نخستین نفرانی بود که بعد تأسیس گروه 24 از جانب صاحبکار فراری عمرعلی قواتوف به صف این حرکت اپوزیسیونی پیوست و بعد منع فعالیت آن و تعقیب اعضایش در تاجیکستان و کشورهای اسنگه به اروپا پناهنده شد. وقتهای آخر اکمل استانایف در یوتیوب کانال خودش را با نام خادم خلق تأسیس داده برنامه بدون پرده را پیش می برد. اکمل استانایف روز 31 اکتبر در یک پخش مستقیم در کانالش در یوتیوب گفت خروجش از گروه 24 به معنای خروجش از میدان مبارزه نیست. من نه یگان کس را فروختم و نه به یگان وعده‌ای که در وقتش به عمرعلی قواتوف داده بودم وعده خلافی کردم. من هرچی می توانستم برای گروه 24 تا امروز انجام دادم. از این پشیمان نیستم. از برآمدنم از این گروه هم پشیمان نیستم، گفت استانایف. گروه 24 سال 2012 از جانب صاحبکار عمرعلی قواتوف بعد فرارش از تاجیکستان تشکیل شده است. در تابستان و تیرماه سال 2014 گروه 24 در شهرهای روسیه با جلب مهاجران تاجیک سلسله گردهمایی‌های اعتراضی به ضد حکومت تاجیکستان را دایر کرده همه را به گردهمایی نهایی در تاریخ 2 اکتبر همان سال در میدان دوستی میدان مرکزی شهر دوشنبه دعوت کرد. این گردهمایی در دوشنبه دایر نشد ولی دادگاه عالی تاجیکستان الکی روز 9 اکتبر سال 2014 فعالیت گروه 24 را در کشور من و بعد چنده این سازمان را بر روی خط سازمان‌های افراطی شامل کرد. اساسگذار این حرکت عمرعلی قواتوف ماه مارس سال 2015 در شهر استانبول ترکیه در نتیجه یک سوءقصد مسلحانه کشته شد. بعد این شماره زیادی از اعضا و طرفداران گروه 24 بازداشت و محکوم به زندان شدند و قسم دیگر به کشورهای اروپا پناه آوردند و حالا این سازمان اساساً در اروپا عمل می‌کند.